یکی از روش‌های لاغری در دنیا بالون معده هست. بالون معده روشی است برای درمان چاقی که با قرار دادن یک بادکنک در معده ما اونو بادش میکنه، باعث میشه حجمی از معده ما اشغال بشه و اشتهای ما نسبت به غذا کم بشه. بالون معده اصولا از جنس سیلیکون هستش، از طریق اندوسکوپی وارد معده ما میشه و با آب یا هوا یا مخلوطی از هر دو اون بادکنک باد میشه و حجم زیادی از معده ما رو در بر میگیره که عملکرد معده رو میتونید در کلیپ معده ببینید. بالون معده از 6 ماه تا 1 سال در معده ما میتونه بمونه. انواع مختلفی داره. برای مثال مدل ان بالش تا 9 ماه در معده میتونه بمونه که مخلوطی از هوا و یا آب داخلش پر میشه و مدل بعدی اسپاس هست تا 1 سال میتونه بمونه. در طول این 1 سال بر اساس اشتهای شما این تنظیم هوای داخل بالون رو کم و زیاد میشه که از طریق اندوسکوپی. و روش بعدی که از طریق پورت هستش، بر اساس اندوسکوپی اون بالون رو در معده قرار میدن و با پورت زیر پوستی میتونن این حجم اون بالون رو کم و زیاد کنن. اما در چه افرادی میشه انجامش داد؟ افرادی که با ورزش و تغذیه نتونستن لاغر شن، یعنی چاقی مفرط دارن یا BMI بین 30 تا 35 دارن و خطر بیهوشی براشون وجود داره، میتونن این کار رو انجام بدن. قبل از انجام این کار اقداماتی لازم هست، مثل دادن آزمایش‌های مثل هموگلوبین یا پلاکت، الکترولیت‌های بدن، یا لازم باشه سونوگرافی شکم هم انجام میشه. این عمل تحت بیهوشی بسیار ضعیف انجام میشه و بعد از انجام این عمل ممکنه به صورت 2 تا 3 ساعت شما رو توی بیمارستان تحت نظر قرار بدن و سپس مرخص میشید. بعد از انجام این عمل ممکنه کم احساس سنگینی داشته باشید، دردهای شکمی داشته باشید، حالت تهوع و استفراغ و سوژه سر معده داشته باشید. و اما در منزل باید غذاهای سبک مصرف بکنیم و غذاهای جامد رو به خوبی بجویم و از غذاهای سرخ کردن به قول معروف چرب و چولی باید خودداری بکنیم. نوشیدنی بین غذا نباید مصرف کنیم. روزی 10 لیوان آبمون رو باید مصرف کرد و از نوشیدنی های گازدار و کافئین باید خودداری کنیم. و اما در خواب و استراحت بهتری به سمت شونه چپ استراحت بکنیم و تاق باز و دمر هم نخوابیم. و مصرف شکلات و لبن پرچرب هم ممنوع است. میوه و سبزیجات فراموش نشه و مصرف روزانه مولتی ویتامین هم به شما یادآوری میکنیم. اما چه افرادی نباید این کار رو انجام بدن؟ افرادی که الکل یا مواد مخدر مصرف میکنن یا که جراحی معده و روده و زخم معده و روده دارن، حامله ها و کسانی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنن نباید این کار رو انجام بدن و همچنین بیماران سیروز کبدی و نارسایی کلیوی نباید این کار رو انجام بدن. و اما اگر حس کردید که حالا این بالون تو معده شما ترکیده، اصلا نگران نباشید، چون میتونید با یک سونوگرافی ساده ببینید که بالون تو سر جاش هست یا نه. و بعد از رسیدن به وزن ایدئالتون میتونید از طریق اندوسکوپی به راحتی اینو از معدتون خارج بکنید. و اما در آخر بعد از اینکه بالون از معده شما خارج شد، اگر شما ورزش یا رژیمتون رو رعایت نکنید ممکنه برگردید به همون وزن قبلیتون. خیلی ممنونم از توجه و نگاه‌های شما. سالم و شاد باشید.